با سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر جا هستید سالم و سلامت باشید. خب ببینید، بعضیاتون میگین که من فیکم، من تبرم فلانم. اومدم یه فیلم گرفتم و کدو خیلی وقت زدم، ساعت 5:37 زدم و منتظرم بشه ساعت 5:38، یعنی 1 دقیقه 2 دقیقه بگذره تا اکانت بیاد بالا و این فیلمو بذارم داخل یوتیوب، هم شما ببینید هم صاحب اکانت ببینه. صاحب اکانت که سحر خانومه و نوشته سحریان. خب این اکانتو زدم و گفت که آقا من نمیخوام برم روی اکانتم فعلا، شما درستش کنید، بعد اگه اوکی شد من خودم بعداً میرم و به شما پیام میدم. گفتم باشه چشم. و الان بله اکانت اومد بالا ساعت 3:38 و اینم آیدیشه. بذارید من براتون بذارم اینجا که ببینید. آره نوشته نیمار. یکی دیگه بذار من 3-4 تا بفرستم که شما ببینید و بدونید که این اکانت درست میشه، کاملا واقعی و تضمینی و ضمانتی. گفت من نمیرم روی اکانت، گفتم باشه اشکالی نداره، بعدم برید روی اکانتتون و به من پیام بدین که اکانتتون درست شده، چت، کانال، گروه، فالوور، اینا همه چیزش میاد بالا. فقط با 35,000 تومان اکانت رو درست